اعجاز و معجز بودن قرآن عظیم و شن لب سخن بکوشیم، حضری نهایت گرامی کلام پروردگار عالم قرآن عظیم و شن واقعا یک کلام معجز هست. پروردگار عالم در هر زمان در هر پیامبر یک معجزه را فرستاده، همراه پیامبر و دعوتگری الهی و فرستاده الله به سرزمین الله، همراهشان معجزه داشتند که در زمان خود با ملحدین زمان خود مبارزه بکنند. همچو در زمان موسی علیه السلام سحر و جادوگری به اوج خود رسیده بود، الله منان موسی علیه السلام را عصا و یدی به ایزا را برش معجزه عطا فرموده بود تا اینکه جادوگرانی عصر خود را عاجز بکنند و در مقابل موسی علیه السلام عاجز باشند. همچو در زمان عیسی ابن مریم طبابت به اوج خود رسیده بود، الله عیسی فرزند مریم را به حیث طبیب به سرزمین دنیا پیامبر و طبیب الله میفرستد و طبیبان دور عیسی علیه السلام در مقابل پیامبر الله عاجز میشد. بناهن در دور رسول نازنین صلی الله علیه و سلم شعر و شاعری شرعت داشت. پس پروردگار عالم رسول نازنین صلی الله علیه و سلم را چنان کلام معجز را برش عطا فرمود همه شعرا و مبلغین عرب در نزد این کلام پروردگار عاجز ماندند. بناهن اما این کلام به کتابهایی که در تاریخ انسانیت و بشر دیر شده و برای هدایت انسانیت به دنیا فرستاده شده متفاوته. پس زمانی که الله منان بر داود علیه السلام زبور را به حیث کتاب فرستاد، اما این معجزه بر داود علیه السلام نبود، بلکه بر داود علیه السلام یک قانون و دستور عملی بود که زندگی انسانیت را از گرداب زلالت بر هدایت دعوت کند. پس معجزه داود علیه السلام این بود که زمانی زبور را تلاوت میکرد تمام پرنده های آسمان جمع شد و تمام کوه ها امره داود علیه السلام به ذکر شروع میکردند. و دوم معجزه داود علیه السلام امین بود که الله آهن را به دست داود نرم کرده بود، آهن را به دست خود قاد میکرد، زیری میساخت. این معجزه داود علیه السلام. وقت زمانی که الله نوبت موسی کلیم رسید، پروردگار تورات را برش کتاب و دستور عمل و قوانین فرستاد. تنها این تورات قانون و دستور عمل برش بود، این معجزه نبود برش. تنها معجزه موسی علیه السلام عصایش بود و دستش که بر بغل می انداخت میکشید مانند مهتاب روشنایی میداد.
این معجزه موسی علیه السلام. نوبت رسید به عیسی علیه السلام. الله انجیل را فرستاد. عیسی این قانون و دستور عملی تو هست که انسانیت را به این دعوت بکنی، اما معجزه تو امین هست که مردگان را زنده بکنی و مریضانی که مادرزاد از کور و پیس اونها را می توانی که به اذن پروردگارت آن را صحتمند بسازی. این معجزه هش بود. اما زمانی که و محمد عربی صلی الله علیه و سلم نوبت برسد، پیامبر ما همه کارش معجزه بود و بزرگترین معجزه پیامبر ما از زمان پیامبر تا امروز معجز قرآن است. این چنان معجزه هست که از موسی علیه السلام، از داود علیه السلام و عیسی ابن مریم معجزه اش در دور خودش بود. زمانی که آنها از دنیا رخصت شدند معجزه‌شان به پایان رسید. اما محبوب ما را محمد عربی صلی الله علیه و سلم شافع محشر را الله چنان معجزه عطا فرموده، در زمان خودش هم معجز بود و امروز هم این معجزه هست و تا قیامت این معجزه رسول نازنین کلام پروردگار این معجزه تا قیامت می باشد.